سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. روسیه از مهاجران تاجیک چی فایده می‌بیند؟ پاسخ‌های کاربران و اظهارات جنجال برانگیز یک سیاستمدار روس را در این باره در برنامه امروز به بررسی گرفتیم. سرگئی میرانوف سیاستمدار روس تاجیکان را برای روسیه مهاجران بیفایده خوانده پیشنهاد کرده است که دادن شهروندی را به آنها موقتا بس کنند. اظهارات رئیسی حزب روسیه عادل برای حقیقت در این باره روز 7 اپریل نشر شد. 14% و یا 103,000 روسیگی های نو از تاجیکستان آمدند. من به مردم این کشور احترامی زیاد دارم، ولی باید روی راست گفت. اکثر آنهایی که از تاجیکستان آمدند زبان ما، فرهنگ و رسم و رسوم ما را به قدری کافی نمیدانند و یا عموما نمیدانند. آنها اختصاصی بلند یا حتی میانه هم ندارند. آنها منفعت دارند که شهروندی ما را بپذیرند، ولی به روسیه چه فایده؟ پیشنهاد میرانوف در صحیفه‌های رادیوی آزادی بحث برانگیخت و بعضی از کاربران از مقامات تاجیکستان خواستند که اظهارات سیاستمدار روس را به جواب نگذارند. اما نخست به شرح کاربر با نام محلقا شریف و توجه میکنیم که به سوال میرانوف درباره فایده مهاجران چنین پاسخ گفته است. نصفی از متخصصان ساحه تندرستی، بانکداری، معارف و فرهنگ، نظامی و سودا و تجارت محض تاجیکان طالب علم و صاحب کسب هستند که شهروندی روسیه را پذیرفته در پیشرفت آن کشور سهم دارند. کاربران زیاد دیگر هم با محلقا هم فکر هستند و میگویند روسیه از حساب زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک فایده بیشتر میگیرد. کاربر دیگر از زمان جنگ دوم جهان یاد آورده است. 300,000 جوان تاجیک به فرانت رفتند. آنها زبان روسی را نمیدانستند، ولی برای حمایت از زمین‌های روسیه تا آخر جنگیدند. حالا نبیره‌های آنها حق زیستن در روسیه را ندارند. محض با تلاش باباهای آنها تو در کرسی دوم نشستی. چند کاربر دیگر سرگئی میرانوف را برای تاجیک بدبینیش ژیرینوفسکی دویم خوانده گفتند که وی میخواهد با این راه نفوذ حزبش را بالا ببرد. شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک هم به این فکر است که میرانوف مسئولیت ژیرینوفسکی را اجرا کرد. وی در یک پیام ویدیویی چنین گفت: در شرایط امروزه روانه نمودن نظر مردم بخصوص افکار جمعیتی به سمت مهاجران، دشمنسازی آنها در شرایط روسیه به نظر من غیر امکان است، زیرا احتیاجهای دموگرافی خود این کشور نهایت بلند است. شاید این اظهارات میرانوف هشدار به شهرهای هشدار به تاجیکستان باشد، زیرا ما در طول این هفته اخیر چندین مرتبه مشاهده کردیم که مقامداران سطح‌های گوناگون روسیه برای جانبداری کردن از منطقه روسیه اوید به بحران اوکراین هشدارهای گوناگون دادند. این چنین هشدارها هم به قرقیزستان، هم به قزاقستان، هم به ازبکستان و هم به قزاقستان و تاجیکستان صورت گرفت. گروهی از کاربران خاموشی مقامات تاجیکستان را در برابر این پیشنهاد سیاستمدار روس تنقید کردند. سنگیز صبور نام کاربری از دیپلمات‌های تاجیک خواسته است که این گفته‌های میرانوف را جدی بگیرند و شرح او را یکجا می‌خوانیم. میبخشید، شما به قول نماینده مردم تاجیک در روسیه هستید. یک بار برآمد کنید، بگویید که هرچند به چشم شما مهاجران ما بد نمایند، هم از 1 میلیون مهاجر در وظیفه‌های کلیدی و دولتی و خصوصی از معلم و طبیب سر کرده تا در دوم نماینده و متخصص خوب داریم. بعضی از کاربران به مشکلات فراوانی مهاجران تاجیک در روسیه اشاره کرده گفتند که حالا با داشتن شناسنامه روسیه هم کار و زندگی آسان و مناسبت با آنها بهتر نمی شود. کاربر با نام رمزی راهپیما با اشاره به جنگ اوکراین افزایش روند گرفتن شهروندی روسیه را برای تاجیکان خطرزا خوانده است. شرح او چنین است: باید حکومت پیش روی این را گیرد. اگر اختلاف بین تاجیکستان و روسیه رخ دهد، روس‌ها با بهانه حفظ و دفاع از شهروندان خود می توانند تاجیکستان را غصب کنند. مثال روشن غصب و قتل عام در اوکراین. در برابر تنقید از اندیشه و پیشنهاد میرانوف، بسیاری از کاربران به گفته‌های او درباره زباندار نبودن مهاجران و یا رشوت ستانی هنگام گرفتن شناسنامه روسی هم فکری کردند. کریم جان یاروف، حقوقدان تاجیک، در نوار نظرش را چنین بیان داشت: حتی از روی انصاف هم بگیم، قسم زیادی شهروندان ما که شهروندی روسیه دارند در حقیقت زبان رو نمیدونن، عنعنه‌های رو نمیدونن. با این خاطر ما خوب میدونیم که قسم زیاد شهروندان تاجیکستان با واسطه پول این شهروندی رو گرفتن و چنین قانون‌های ضد مهاجری رو ما پیش هم دیده بودیم. و عجایبش این است که پیش
اونقدر شهروندان تاجیکستان با اون قانون‌هایی که بر ضد مهاجرت بودن واکنش نمی‌کردن، ولی در این مورد خیلی واکنش زیاد کردن که حیرت آور است، چون که این از اون شهادت می‌دهد که شهروندان تاجیکستان می‌خواهند که خیلی زیاد شهروندی روسیه شود، ولی شهروندی روسیه حاضر در حد حقوق حاضره یگان امتیازی ندارد. کاربری که خود را فرنگیس اسلاموف معرفی کرده است، به این باور است که چنین پیشنهادها درباره منع دادن شهروندی به تاجیکان در روسیه نتیجه نخواهد بخشید. به نظر شما پیشنهادها به کار و زندگی مهاجران چه تأثیر خواهد داشت؟ در وبسایت ما نویسید که نشانیش پیش چشمتان هست. اگر نظر خود را در ویدیو ثبت کنید و به تلفنی که میبینید بفرستید باز بهتر. واتساپ و تلگرام و وایبر دارد. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.